من به این داوطلب بین شما نیاز دارم. شما آقا. باشه، ولی این قرار نیست رو من جواب بده، چون من آماده اومدم. میتونی برام یه شکل هندسی بکشی؟ باشه. لوزی که کشیدی رو به بقیه نشونش بده. اشتباهه. من دایره کشیدم. خیلی خوب، بذار یه چیز دیگر امتحان کنیم. به یه عدد بین 1 تا 10 فکر کن و بنویسش. باشه. حالا به همه عدد 7 که نوشتی رو نشون بده. بازم اشتباهه. گفتم که این چیزا رو من جواب نمیده. ازت میخوام زیر صندلی تو نگاه کنی. حالا برای همه بخونش. یه داوطلب امشب تمام تلاشش رو میکنه تا منو ضایع کنه. اون یه قابلمه رو سرش میذاره و شکل دایره رو میکشه و عدد 7.5 رو مینویسه و جوری رفتار میکنه انگار از بقیه بهتره. اون اسمش مهدی است. ها، اشتباهه. اسم من مهدیه. مگه مهدی اسمی نبود که پدر مادرت با کلی ذوق انتخابش کرده بودن قبل اینکه ناامیدانه بفهمن تو پسری؟ چی؟ خب این آخریشه. من قراره یه چیزی راجع به تو حدس بزنم. باشه. تو سینگلی. از کجا فهمیدی؟ اینو دیگه هر کسی میتونست متوجه بشه. از ذهنم برو بیرون.